حتی لا ترى فیها خاشعا، حتی که در میان امت یگان آدم خاشع پیدا نمیکنی. نماز میخونن به ظاهر اما خشوع که نباشد، آخه اون نماز چی زیب دارد، چی زینت دارد، چی جلا دارد، چی رغبت دارد. همه همی وابسته به خشوع است برادرای عزیز. خشوع در کدام صورت می شود؟ در صورتی که نماز کامل باشد، در صورتی که رکوع و سجده ها را پر رعایت کنیم. ببینید برادر ما شکایت میکنه که جوانا رکوع و سجده را پر نمیکنن، از رکوع سراسیمه میخیزن، قامتشون حتی در رکوع پره خشلوخ هم کردن نمیتونن، قومه و جلسه را رعایت نمیکنن، چیزی که در متن مکتوب برادر اومده است. واقعا درست هم میگم. در خبر آمده است، حدیث متفق علیه، حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنن، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی. ابو هریره میگه دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار داخل مسجد شده بود. یک مرد میگه داخل شد، نماز خوند در یک گوشه مسجد. بعدا اومد نزد حضرت، سلامش گفت. فرد حضرت رسول الله جواب سلامش گفت و قال ارجع فصلی فانک لم تصلی. گفت ای مرد برگرد، نماز ایسر بخوان که تو نماز نخوندی، این نمازی تو قبول نیست. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. رفت میگه به گفتگو اثر نو نماز خوند، باز آمد السلام علیکم یا رسول الله گفت. حضرت در جواب گفت ارجع فصلی، برگرد گفت نماز تا ایسر بخون که نمازت قبول نشد، تو نماز نخوندی. ثلاثا بخاری و مسلم روایت میکنن که همین کار 3 بار واقع شد، 3 مرتبه. وقتی که بار سوم هم خواند و آمد که حضرت همین سخن گفتش، این مرد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق فما احسن غیره فعلمنی. ای حبیبی خدا گفت قسم به همون خدایی که تو به حق به پیغمبری برگزیده است، از این بهتر من خوندن نمیتونم، همه کم دونم، تعلیمم بته نباشه که چی خیلی بخونم. حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوش قایمش کرد، رو به سوی قبله تاکیدش کرد اذا قمت الى الصلاه فکبر. گو وقتی که به نماز قایم شدی اول تکبیر گوی، تکبیر تحریمه الله اکبر. ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن. بعدا گفت از قرآن هر چی که میدونی، هر سوره میدونی قرائت کن در داخل نمازت. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا. بعدا رکوع کن گفت تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیره در رکوع. این رکوع سراسیمه نمیشود. حتی تطمئن راکعا، آرام بگیری در رکوع. ثم ارفع حتی تعتدل قائما. بعد سرت از رکوع بردار، سمع الله لمن حمیده، تا اینکه قائم در حالت قیام تمام اعضای بدنت آرام بگیرد. همه حالت قومه میگویند، همه حالت بعد رکوع خستن سمع الله لمن حمیده، همه حالت قومه میگن برادرای عزیز. قومه باید رعایت شود، این از تعدیل ارکان است. نزد امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد قومه سنت است، سنت مؤکده پیغمبر است. نزد امام ابو یوسف قومه فرض است به دلیل این حدیث. حتی امام ابو یوسف میگه کسی قومه نمیکند نمازش درست نیست. اکثر ما نمیکنیم. سمع الله لمن حمیده قومت درست نکرده خودمون نمیدونم مثل یک زاغواری در زمین میشپیم. ببین پیغمبر چیش گفته است یا عربی را حتی تعتدل قائما. برای آن که همون قومت درست پره شود بعضی دعاهای معصوره هست، همونا را به زبان تو تلفظ کنه، انشالله تا زمان او را تلفظ میگیره قومه هم واقع میشود.
ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. همین سخن بگو انشاءالله قومت پره می شود، بسیار عالی جناب می شود. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. بعد حضرت میگه سجده کن تا اینکه در سجده آرام بگیری، سراسیمه سرت نبردار. حتی تطمئن ساجدا. بعض امامی هست که حالا همی سبحان گفته نگفته که سرش میبردار از سجده. ایچ خیل سبحان ربی الاعلا گفت، چند بار گفت، خدا خودش میدونه. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. بعد سر از سجده بردار گفت و بشین تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیرن. اینا در اسلام جلسه میگن. در علم نماز جلسه یعنی بین دو سجده نشستن جلسه میگن. همون جلسه باید رعایت شود. متاسفانه ما شخصای داریم که ای سجده یکم سرش اندکک میبردارن ناشیشته، همین تا منتظر ایستادگی این استارت میگوی ای 100 متر میدویده باشه، هم خدر تیار ایستادگی. حال آنکه باید بشینی حتی تطمئن جالسا. جلسه نزد امام اعظم ابو حنیفه سنت است، اما نزد شاگردش امام ابو یوسف القاضی فرض است. میگه کسی اگر جلسه نمیکنه نمازش قبول نیست. دلیلش همین حدیث پیغمبر که یک مرد 3 بار گردوند که ارجع فصلی فانک لم تصلی. برگرد گفت از سر نماز بخون که تو نماز نخونده، نمازت قبول نیست. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. با سجده دیگه مکن و در همون سجده به مقدار بس که تمام اعضای بدنت آرام گیرن. این تعدیل میگن، این واجب است. تعدیل ارکان. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلها. بعد گفت همین کارا را در تمام نمازت انجام بده، در هر رکعت رعایت کن. این حدیث متفق علیه است برادرای عزیز. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان بزرگ خچ نهی کرده است از سراسیمه و تیز نماز خواندن. در روایت اومده است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، حضرت میگن نهانی خلیل عن ثلاث. دوست من محمد صلی الله علیه و سلم از 3 کار مرا نهی کرد، از 3 عمل نهیم کرد. عن ثلاث. نهانی عن نقره کنقره دیک و عن اقعاء كاقعاء الكلب و عن التفات كالتفات ثعلب. از 3 عملی که شخص شبیه به حیوانات میکند برای بگم معن کرد. اولش از دانه چیندن مثل دانه چیندن خروس. خروس دیده سراسیمه از زمین دانه میچینه. همون شخصایی که تست سرشون در سجده میزنن میگیرن حکمشو حکم همون خروس است. پیغمبر نهی کرد میگه از این کار. دوم از نشستن مثل نشستن سگ چخل میشینه، میدونه نوخه دو پای پیش چخ میمونه و پوچوش چی میگیرن. اقام مثل یعنی که بعضی برادرای هستن که میشینن بعد پاشون نخیل است. اینا اگر عملی نشانتم نمیفهمی. انا خیلی شیشتن درست نیست بچه‌ها، نه در نماز نه در غیر نماز. از برای خدا نخوا در مسجد خانه خدا بیایم تا پهم کنی بشیری، شرم نمیداری. کویا بردا پیش رئیس تام خیلی بشی قور تا میکنه. ایت در پیش خدا شیشتای، در خانه خدا شیشتای. ایرا اقام میگن نشستنی مثل نشستنی سگ. این برای مسلمان زیبنده نیست. من که شخصا کسی را ببینم نصیحتش میکنم، نه که متاسفانه در جامعه زیاد هستن این طایفه مردم. و سوم از التفات مثل التفات روبه، سر ای طرف گردونده تماشا کردن. همین پریروز بود والله اعلم مسجد که میام یک برادر در بیرون نماز نفل نیت کرده است. نیت کرد الله اکبر، دستوش در زیر سینه‌اش بست و روش سینی من کرد دیگه هم کرد. روزی گفتم اگر چشم ای سینه کنم با سلام هم میتاد در یعنی نماز. آخر وقتی که تو اقتدا کردی و نیت کردی توجهت به سوی پروردگار شد، برای تو درست نیست دیگه این طرف و طرف نگاه کردن. ولی بعضی برادر است در نمازای با تماشا میکنه صفارا کی اومده باشه چند کس باشن، ممکن نیست.
پیغمبر از آن التفات مثل التفات روبه امتی قچه معن کرده است که اگر همین خیلی کنی اخیر روبه صفت میشه، نکنی همین کارا را. از این خاطر برادرای عزیز خشوع در نماز بسیار بسیار مهم است. در روایت اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اسرق الناس الذي يسرق من صلاته. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت میکنه که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیحت کرد، گفت دوستترین دزدها، دوستترین مردمان کسی هست که از نماز دزدی میکنه. حیران شده میگه، گفتم یا رسول الله کیف یسرق من صلاتی؟ از نماز چخل دزدی میکنه؟ نماز چی است که او را میگیری میدزدیش؟ چخل از نماز دزدی میشد است؟ حضرت گفت لا یتم رکوعها ولا سجودها. دزدی کردن از نماز ای است که رکوع و سجدهش پره و کامل نمیکنه، رکوع و سجدهش ناتماما پره و خشنو نیستن. همین دزدی از نماز است. و ابخل الناس من بخیل بالسلام. و در دوامش حضرت گفت بخیل ترین مردم شخصی هست که با سلام بخیلی میکنه. انمی در سلام دادن بخیلی میکنه. خیلی سلام مجدودی ایتی اگون جست کم نشید کو. اگر در همی که بخیلی کردی یا در علی گرفتن بخیلی کردی پس تو بخیل ترین مردم هستی. یا شخصایی که قوما و جلسه را رعایت نمیکنن بسیار حکمشون سخت است برادرای عزیز. حتی حضرت رسول الله تحذیر داد لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه بین رکوعه و سجوده. خداوند متعال گفت به مردی که قامت چه در قومه راست نمیکنه، در جلسه پریخش رو نمیشینه، فردا روز قیامت نظری رحمت نمی اندازه. از نظری رحمت خدا این طایفه مردم محروم میشوند. ای مردم، ما معتقد پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم، پیروای اون مردی بزرگ هستیم که هر کسی را میخوانی در مناقبش شخصای بزرگ وکی ابن جراح و امثال اونا میگن از ابو حنیفه رحمه الله خشنمازتر ما کسی را ندیده ایم. در نماز تو همین درجه را خشوع داشت، نماز کامل پره میخوان. اگر نمازی ما کامل پره نباشد وای به حال ما که نماز ما قبول نمیشود. یکی از سبب‌های همون کامل پره نخوندن چی است؟ کاری دنیا. یا میگیم تجارت مدیر میشود، یا میگیم طعام دسری دسترخوان کنگ میشود، یا فلان برادر دعوت مکرده است. همین نفسی پلید دنیا است. قسم به خدا این همین نفس وادار ما میکنه که نماز سراسیمه بخونیم، بعد میریم دستری دسترخوان یک نیم ساعت لق 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 گپی بهوده دنیا میگیم. نمازی که تکبیر اولش از دنیا و نوش و نعمت دنیا همه بالاتر و بالاتر است، برای ما ترک میشود، پروا نداریم. پس بر ضد همین نفس مبارزه بودن در کارای نماز. از نفس از دنیا بالاتر اگر ندونیم وای به حال ما. اما این نفس چیزی نیست که زوری هر کس به او برسه. اگر از خدا ترس نداشته باشی، اگر کاری آخرت تا از کاری دنیا بالا نگذاری، هیچ وقت از عهده مغلوب ساختن نفس نمیبری.